آی خدا حبیب. دیرین دیرین. بفرمایید. سلام کن آقا ماکان. بگو سلام. ما میخوایم بریم بیرون گردش. بریم غذا درست کنیم بعد داریم ببریم تو پارک بخوریم. لنزام کنیم. خب گردو. مامانی گفتم یکم زودتر بیا ماکانو نگه دار من برسم غذا درست کنم. الان زنگ زدم که من دارم راه میافتم بیام یا برم بنزین بزنم بعد بیام. گفتم برو گم شو دیگه الان اومدن به درد خودت میخوره. الان دیگه مامان خودش میرسه. برو بنزین رو بزن نمیخواد بیا. بابا شما قرار بریم؟ آره دیگه با هم بریم که برگشتنم راحت باشه. راحت برگردیم. اینجوری خیالم راحت تر. فکر خوبی. شب بابا. یه زنم به من قاب بده همش خودت تو تصمیم بده. پس من چی؟ من نیستم ماکان. برو ماکان حالت خوبه تو ها؟ آره خوبه؟ آره ولی خیلی ویدیو بی‌کیفیته چون تو خیلی نزدیکی. چقدر بریزم؟ شمانی میگم چی میخوای بیاری غذا؟ میگه کوکو سبزی. گفتم کوکو سبزی رو که من دارم میارم. یعنی منم باید جداگونه غذا بیارم. گفتم نمیدونم چی فکر کردی به نظر اگه نمیاری زودتر بیا ماکانو نگه دار من درست کنم. نه دیگه تو که میخوای درست کنی خب درست کن دیگه. لعنت یه بر کارو بگیر دیگه. بخاطر همین موضوع سیب زمینی شیوی. این یک ساعت رفتم دنبال شیوی. نه درست میکنم نه منو هی گفتی با آی شیوی. خب دیر اومدی دیگه. اینم بگو که دیر اومدی رفتی نشستی با پسر عمت. سیب زمینی شیوی کی آوردم برات؟ بچه رو نمیتونستم بزنم زمین شیر خورده بود. این که مدل جدیده؟ به این میگن مدل قار شده. قربونه برم من. خنگوره بابا. چرا بهش میگه خنگور؟ خنگوره دیگه. فلفل للمه و گوجه
برای این نیست، برای بعدش. اون طعمش مثل اینا نیا، اینا خوشمزه تره. اوکی باش. میگم اون خیار اون مثل اینا خوشمزه نی. آره اوکیه. بفرم. مرسی. به 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 به. من نمیدونم اونی که خیارش رو ریخته تو این به خودش نگفته وقتی به اینجا رسید من چجوری باید در بیارم. حتما این تو ذهنش بوده. خب چه کاری تو که داری این کارو میکنی؟ همون یه ظرف بیار همه رو بریز توش دیگه. میخوام همش رو استفاده کنم دیگه. خب میگم همه رو میریختی بیرون دیگه. اینطوری راحت تر. آها تشکر. یعنی تو قبلی هم اتفاق افتاده؟ آره یه دونه گرفتید. آخه خیلی عجله‌ایه. ترمیم به خودش بگیره خیلی بشیم 250 کیلو. نه بابا نگه میدارم واقعا میش میره بعد میذارم تو ظرف. این یکی رو نگاه کن. میشه یه ذره تست کنم؟ اصلا یه دونش که شکسته میتونی خوب شده؟ نمکش خوبه؟ به به آقا به سر حاضر بشه. کجا میخوایم بریم؟ دادا کجا میخوایم بریم؟ خیلی بریم بیرون خوشحالی؟ آره؟ خدا حبیجه رو ببین خدا. حبیجه بابا، خرگوش بابا، بنجک بابا. قربونه دویدم از این زاویه چقدر خوشگلی بابا. هر زاویه خوشگلی. آی خدا حبیج جورا بشو خدای جورا بشو. قربونت برم من. برم؟ نه نه بده؟ برو بده نرو بدم؟ قربونت برم؟ چه میکنه این؟ بازی کنه تایم کم با سرعت در عرض 20 دقیقه غذا میوه. اون غذا چه وضعیتیه؟ دیگه محل آخر چیز بود. آخری قسمتشو دیرین دیرین. سلام حبیجو. سلام خرگوش بابا، خیلی خوشگل شدی. خدا بریم خدافظ. بریم گردش. با تشکر از دستن در کاران برنامه. ماشین آقا مکان آورد داریم. بریم. چطوری؟ الان ولاگ سفر ده درست نه؟ ولاگ همینجوری هر چی بگی ولاگ. معلوم اولین باره میخوایم ازش استفاده کنیم. تا استفاده کردی؟ الهی خیلی نوه. بوی نوعش بلند شد. آی خدا شکلشو شرمنده ایمانیشو نمیخواد ببندی؟ من نمیدونم خطریه. این چیه؟
ها اون نه اون پشه بنده. دولا که نمیشه بیفته. پشه بند. نه آره اون پشه بندش. ببینید این با کالاسکه اومده برای اولین بارم داره ازش استفاده میکنه. قیافه‌شو دهنم نیست. باور کن داره پیش خودش میگه اینا دارن چیکار میکنن، چه بلایی دارن سرم میاد. بس علی بسه. نه بذار بگیره. فقط کلت معلومه داداش. اون تو بگیر. یا چیز دیگه نمیتونه خودم بگیری. بریم گردش. آقا این چجوریه؟ داداش پشتش بیشتر نمیخوابه. من بیام. همون ویدیو رو ببین این خب خاطر اینجا اونا از وسط بیاد بره تو. آره اونا باید بره تو. تو رو بده. آها آفرین. بیا ولی بخوایم میزه بیشتر باید بخوابه نباید کی؟ نه بازی صندلی. ببینه بیرون بریزه. نری توش گیر کنه. نه درسته. آره همونه. همونو بده بره تو. اونم بده بره تو از اون ور. تمام. خب ببین یه ذره سفتش کن. باید سفتش کنیم. تنظیمش کنیم. خدایا. آره خیلی خوشه. بسته اینا سفت کن درست میشه. اسقلک اینجا نمیافته از اون. چی؟ نه این دیگه رفت لای پاش. نه اونو انداختم اون زیر میگم. آها دیگه اوکی شد. دیگه الان جات اوکی شد. خاله. سیانا بشکا چراغ روشن مونده. بذار دیگه هانی بذار اون زیر. اینو قفلش کن. چیو؟ نه اینجایی وایسادیم. نکن. قفل کرد. خوش میگذره. دستشو کشیدم. ای خدا. جلو که دیگه چیزی نداشتیم. ها؟ جلو چیزی نداشتیم که فقط یه دونه کوله بود و یه دونه مامان میتونی دستتو بیاری بیرون. دستتو اینجا میتونی بیاری پسرم. می‌چرخه. اینجوری. بفرم خاموشش کردم. اونم تلاشم یه دونش مال بستن یه دونش هم مال مانیه. آی بچه های من دادی. ببندش هم زیر بگیرم میشه. دیگه ببندش همونجوری. سونی آمازون بشه. به نظرم همینو بریم بعد تو گوگل سرچ کنیم ببینیم چی جوریه. آخه این دکمه دیگه نداره اصلا. شاید از پایین میچرخه حامد. این خوابیده میشه. تو میگی این میچرخه رو مادر چجوری آخه؟ نه داره ماکانو اشتباه داری میکنی. بچه‌نی نگاه کن چجوری گرفته چالنجی شد. میخوای ماکانو برداریم بعد تستش کنی؟ 2 ساعت اونجا بستیم. 2 ساعت طول که این دسته بود دیگه. اصلا نیاری کالوسی رو بغل. آها واسه. نه این در. نه اون که در میاد. این چیه؟ این دکمه آخری پایینیه رو کدوم؟ هرچی دکمه داشت زدیم دیگه. دکمه دیگه نمیده. میخوام بریم اونجا ولش کن. بریم جا بگیر. خب جاشو درست کن جای بچه رو. یه ذره بیارش بالاتر. میاد پایین ولی اینو الان اینو فشار میدادم چی بسته میشه بسته دیگه سیری بسته چی میشه؟ این بذار توش بود. نمیخوام این. بیا آیا. سلام چه الان جاش اوکیه. منم میگم اوکی. الان راحتی مامان. درش میاریم بعد آقا اینجا الان پله مله داره. بفرمایید. برای اولین بار این میچرخه دیگه. این قاعدتا این بعد یه دکمه داشته باشه که به چرخه بره اون بر، یعنی اهرامش از همچنان اون درگیرم. بریشه. آقا این مگه نمیشه؟ وایسا. این دکمه برای چی علی؟ بابا این اهرام اینجا باید دکمه داشته باشه. این از اونجا نمیچرخه که علی، از بالا میچرخه. این اتاقش دسته بالا. آها
بالا میچرخه. میچرخه میاد این ور؟ نه اون دستهه میچرخه میاد این ور، از اون ور میاد این ور. مطمئنی اون شکلی بود یا این آره میچرخه؟ نه اون نمیچرخه، کابین نمیچرخه. آخه من چیزی که دارم میبینم انگار کابین میچرخه. اون چه میخنده بهت علی؟ دارم میگم این چیه؟ ماکان داره میخنده بهتون. چیکار میکنه؟ باباتون نگاه کن. بابا ماکان بابا چیا؟ بابا داره ازم. ماکان بابا تو خودت یادت نی؟ تو شکم من بوده. ها؟ یا اینجا. یه دوچرخه گرفته. دوچرخه خودشه. خب الان خوشحالی که اینو چرخوندی؟ خیالت راحت شد؟ چرخوندی یا برش کردین؟ الان نمیدونم کجا بود این دکمه. یا بهش بگم که برای اینجا برش کردن سر جا هستی؟ حالا باش صحبت میکنم. قربانه. خب نه دیگه بذار اینجوری باشه دیگه، اینجوری بهتره. آره اینجوری بهتر. این بعد چی شد کجاش بود؟ زیرش. قربونه خدافظ. یه دکمه این ورش داره یه دکمه اون ورش. وا برندو بالنسیاگا. بسم الله. خب یه ذره بکش رو مرادی. نه رو این لاکچری. مال داداشمه. نه مال خودمه. چرا خودمه نوعه. بفرمایید. بفرمایید خونه خودتون. نرم‌تر من خوش اومدیم. جانم بابا قربونت برم. شما نزدیک من. مرسی. خب بعد بس شما نکنم. باشه. بچه‌مون رو به شما نمیدم که چقدر بدم بچه‌م شکلی افتاده تو بابا. نمیدونم. 3 بدی الان چنده؟ 10 یک بار بخوره. یک بار بخوره. بدانی میگم. زبونم داره. خواهی 3 بده. آره یه پسر بیار. خواهی 3 و نیم بدی. براش راحت میدم به این مثلا آرومه، به این کاری نداره. به دختر من کاری نداره، آرومه. چه بامزه. دقت تو با یه صورت تو ببینم صورت تو. سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بچه‌م رو بودیم زیر درخت نترسه. چرا بترسه؟ درخت درخت میبری با بسم الله بگیم. الان یهو یادم افتاد. بسم الله الرحمن الرحیم. بچه اون هویجه الان. الله خیرون حافظ. درخته فکر میکنه گیاه. یا خدا. من همیشه اینو میخونم. چون ببخشید خیلی تکونت دادن، اذیت شدی. جون آشنا نیست. هیچ موقع فکر نمی‌کردم مذهبی ترین آدم جمعمون مریم باشه. روزی 14,000 تا صلوات میفرسته. نمازم تو شمال میخوند. برخلاف چیزی که نشون میداد. خجاله. با شورتک وای میزد نماز میخوند. خدا که محرم آخه. چی شد؟ پرسیدین؟ میگه اگه دوتاتون بخواین با هم ماشین بازی رو هم چیزا رو برید دوتاتون میشید 70. خوبه دیگه 70. من نمیرم اون کشتی. ماشینیه چی؟ کشتیه آره یه ذره برای پویان. مامان پویانم میترسه از کشتی بشین تو. بازم میرم. عرصش چی بابا؟ پاهاش هم شاطر شب. وای. چشم به غذاش نگاه کن. وای لپاتو قربون. میگه گشنمه میشه غذا ما آماده کنی؟ کردی؟ تا برات گریه نکردم غذامو بده. چشم. الان سرش گرمه. خونه بیشتر کلی میشه. بعد کارت بخری علی. چی سفیده؟ یکی کارت بدید چیز کنه. یکی الان برنامه‌شه برای شما بیاد اونجا. نه ما نمیایم. خیلی سفیدی از چیه؟ نه من کارت تو رو که نمیدم. وای بابا میدن تو خودی. فدا چیه؟ کارت خالی آقای حبیب. آقای حبیب. قیلی. همه کارتا سخت شیر درست کردن. شیرش یه ذره سخت حل میشه. بزنم توی کارت دیگه. نگاه کنم. کارت یاد دارم. الان یه دونه به اندازه که اینا میخوان جابجا میکنن. گوله گوله میشه هی. آره دیدم. میری بالا میخوای بیاری یادگار میری دست راست.
ببینید براتون چی آوردن. سارا برامون میوه آورده. عشق میوه، خانم عشق میوه. واقعا سارا عشق میوه. منم میوه آوردم. بچه‌ها رو بعد از کلی وقت دیدیم. دلمون تنگ شده بود. براتون چای آوردن. پیکنیک اومدیم. آره. شما بریم نشد. واقعا اینم تازه دیدیم بچه‌ها. اینم خودمم. منم میوه آوردم. شکلات های مسافرت های قبلی تو ساک ما مونده بود. منم آوردم. هندونه نه دیگه حملش سخت بود. آره میوه آوردن دیگه خورد کرد. یاد صبح آنتالیا. بدت میاد نخور. بچه بخورید شروع. یک باید خوری؟ بچه‌ها ما میذارم این وسط خودتون بخورید. میشه جان. یخ هم دیدی نیوردی آخر. بریم یخ آوردم. بریم بیاریمش. گاز بزن اوکی. کی داره تا این همه یخ آوردیم. این بخریم آجی. بریم از تو ماشین بیاری. نمیخوای یخ بیا. نوشابه تو اون کیسه است. قاشق میخوای؟ قاشق. غذاهای کوکو سبزی. دوستان که میبست. کوکو سبزی خوشمزه است. یه ذره بخور. من میخورم. ولی پویان علیرضا یه بار خوردم بالا آوردم. حالا دستپخت منو بخور شاید خوشت من میخورم. نه من نمیخورم. حالا یه ذره. ازم دوست دارم. قول بده. او ماشاءالله. خدا جورابشو نگاه. جورابش داره در میاد. بده من یکم راست بزنم. بذار راجین سربالایی ها رو بره بعد رسیدیم به خیابون تو برو. نه دیگه یه ذرم پویان. دو دوستانی پویان هم دوست داره. بده دیگه. بذار برسیم به آسفالت برای تو. دوست دارم نه. جای بعدشو میندازی. نه خب آسفالت بهتره اینجا سربالاییه. حاجی من خوشم میاد من. خب بده حالا یه ذره پویان. نمیخوام. بده بچه منه اصلا بده خودم. بده خودم. بچه منه. بیا پویان. برو. چه؟ برو. میگه چقدر بچه‌ها از اینجا اومدی؟ اونجا اومدی؟ بعدی از بعدی